بسم الله الرحمن الرحیم. من میرانور غفاری هستم، مسئول امور خصوصی سفارت افغانستان در تهران. خواستم که از این طریق به اطلاع عموم دوستان و عزیزانی که قصد سفر به جمهوری اسلامی ایران دارند برسانم. سفارت امارت اسلامی افغانستان در تهران به مجردی که اطلاع حاصل کرد که ظاهراً نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و دارنده های پاسپورت که از استیکر تمدید استفاده شده ویزا صادر نمی‌کنه، در یک هماهنگی خیلی عاجل و خیلی دوستانه با بخش محترم مربوطه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جلسات مشترکی داشتیم و در یک فضای دوستانه این مشکل کلاً برطرف ساختیم. افغان‌های ما، کسایی که قصد سفر به جمهوری اسلامی ایران دارند، هیچ نوع تشویشی نداشته باشند و هیچ نگرانی در کار نیست. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.